عزیزی پیام فرستاده بودن که شوهرشون هر موقعی که با ایشان جنگ میکند میگوید برو از خانه‌ام بیرون. خواهری نوشتن برو از خانه‌ام بیرون. آیا این طلاق میشود؟ لطفاً راهنمایی کنید. اگر به نیت طلاق گفته باشه و هدفش هم طلاق باشه که برو دیگه خانه نه، برو طلاق هستی، طلاق میشه. بله طلاق میشه. اما بعضیا این مثل یک تکه کلام براشون شده. یک مشکلی که پیش آمد برو از خانم بیرون، برو از زندگیم بیرون، برو از خونم بیرون. خطاب من به این خواهر نیست، خطاب من به اون مردهایی است که همچین یک عادتی رو دارن. طبق قرآن و حدیث شما ای مرد، به مردها میگم این رو، میری یک خانه میخری، یک عمر زحمت میکشی، کار میکنی، قرض میکنی، میری یک خانه میخری، بعد میری مهر میدی، خرج عروسی میدی، با یک خانمی ازدواج میکنی، او رو میاری در خانه، در خانه‌ات، خانه‌ای که خودت خریدی. این خانه رو الله و رسولش میگه خانه اوست، یعنی خانه همسرت هست، خانه زن است، خانه تو نیست. بله یک واقعیت است. خانه رو شما خریدید اما خانه شما نیست، خانه همسرتان است. تا وقتی که در عقد نکاح شما هست، حتی بعد از اینکه طلاقش هم میدهی، حتی بعد از اینکه طلاق میدهید، حق نداری از خانه او رو بیرون بکنی. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میفرماید لا تخرجوهن من بیوتهن. طلاق صورت گرفت، زن تو طلاق دادی، یک مشکلی پیش آمد، طلاق دادی. الله متعال میفرماید لا تخرجوهن من بیوتهن، آنها را از خانه هایشان خارج نکنید. عجیب است. خانه رو من بخرم، پولش رو من بدم، بعدش مهرم بدم، عروسی هم بکنم، خرج عروسی هم بدم، بعد طلاقم که دادم حق ندارم از خانه بیرون بکنم. سمعا و طاعه، آنچه که الله متعال میگه با چشم و گوش انسان باید قبول بکنه. حق نداری در مقابل فرمان الله بگی چرا. گفته لا تخرجوهن من بیوتهن، آنها را از خانه هایشان خارج نکنید. امر الله متعال است. امروز مردای بی غیرتی هستن که کجا مشکل بیرون، برو گمش از خانه بیرون. کجا بره؟ در سوره یوسف علیه السلام، در سوره یوسف، در جریان زلیخا همسر عزیز مصر و یوسف علیه السلام، در اونجا چی میگه؟ و راودته التي هو فی بیتها عن نفسه، و آن زنی که در خانه خودش بود، نگفت خانه عزیز مصر، گفت در خانه خودش، خانه خود زلیخا، سعی کرد که او رو به طرف خودش بکشانه. ببینید نمیگه خانه عزیز مصر، میگه خانه زلیخا، در اینکه خانه اون قصر از زلیخا نیست، از عزیز مصر است. در آیه 33 سوره احزاب وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی، الله متعال میفرماید در خانه های خودتان بنشینید و مانند زمان جاهلیت خارج نشوید. بعضیا برداشت کردن که زن همیشه باید در خانه بشینه، در همسرش قلف بکنی. نه، یعنی میگه که در خانه بنشینید، اگر بیرون میبرایید مانند زمان جاهلیت که یقهشان باز بود. یکی از ویژگی‌های زنهای دوران جاهلیت، دوران مشرکین چی بود؟ مثلا امروز در تاجیکستان مثلا میگه زنها باید این رومالشون رو پشت سرشان ببندن، یا بعضیا فکر میکنن که این یقه رو باز کردن این جزء ترقی و پیشرفت است. من در بحث با یکی از اینا میگفتم یعنی متحجرترین انسانهای روی زمین همین مردم هستن که خودشون رو روشن فکر میگن. چرا؟ عادت زنان
کفار مال 1400 سال پیش رو که الله متعال در قرآن کریم او رو مذموم قرار داده، همان را دارن امروز انجام میدن در قرن 21. زنان مشرک وقتی که میومدن بیرون چیکار میگن؟ این رومالاشون و روسریاشون رو پشت گردنشون میبستن. اسلام میگه جلوی گردن ببند، این چاک سینه تو باز نکن. اونا اون کارو میکردن. به خاطر همین به زنان مسلمان میگه که اگر که مانند زن مسلمان با حجاب نمیتونی بیرون بشی، پس در خانه بشین، از خانه بیرون نرو. و اگر از خانه بیرون میری با حجاب کامل از خانه خارج شو. در اینجا هم ببینید میگه بیوت کن، خانه های شما ای زنها. همه خانه های زنهای مسلمان در سراسر دنیا که زندگی میکنن، الله متعال میگه این خانه خانه شماست، نمیگه خانه شوهرتون. رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه میاد، زحمت میکشن با صحابه خودشان، پیامبر گل درست میکنن، خشت میگذارن، با صحابه زحمت میکشن، خانه درست میکنن. مفتگب الله سبحانه و تعالی آیه 34 سوره احزاب نازل میکنه که وذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات الله والحکمه. به یاد داشته باشید، تذکر بکنید، ذکر بکنید آیات الهی را، بل حکمت سنت پیامبر رو در خانه هایتان. پیامبر و صحابه زحمت میکشن، خانه درست میکنن. الله متعال میگه این خانه عایشه و حفصه و رمله و زینب و این هاست، میگه خانه های همسران پیامبر است. حتی الله متعال خانه های رسول الله صلی الله علیه و سلم رو به رسول الله نسبت نمیده، به همسرانش نسبت میده. میگه اذکرن ما یتلی فی بیوتکن، در خانه هایتان. خانه های پیامبر رو هم به همسرانش اختصاص میده. در سوره طلاق آیه 1 یا ایها النبی اذا طلقتم النساء، ای پیامبر و ای مؤمنین اگر زنهایتان را طلاق دادید، لعدتهن، در مدت عدتشان، واحصوا العدة، عده بگیرن وقتی که طلاق میدن. واتقوا الله، تقوای الهی پیشه کنید، از خدا بترسید. لا تخرجوهن من بیوتهن، آنها را از خانه هایشان خارج نکنید. بابا زنمو طلاق دادم، الانم باید از خونه بیرونش نکنم، بگم همینجا تشریف داشته باش، خرچش خدمتش تا وقتی که عده‌اش تمام میشه. ببینید این دین خانه تو رو میگه که این خانه همسرت است و توی بی غیرت تا که کوچکترین مشکلی که پیش میشه برو بیرون از خانه. یک جایی هست در قرآن که اونجا خانه رو به زن متعلق نمیدانه. یک مورد است در قرآن کریم، در وقتی که زن مرتکب زنا بشه. سبحان الله، این یک از معجزات بلاغی قرآن است. در هر جای قرآن وقتی که خانه ذکر میشه، خانه رو به زنها نسبت میده، نه به مردها. یک جایی در سوره نساء آیه 15 در اونجا میگه واللاتی یاتین الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعه منکم فان شهدوا فامسکوهن فی البیوت. نمیگه فی بیوتهن، اونها رو نگه دارید در خانه. وقتی که زنی که مرتکب فحشا میشه دیگه این خانه به او تعلق نمیگیره، چون اصل در همسر، در خانم، در زن این است که محل سکونت و آرامش است. و من آیاته ان خلق لكم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، تا شما در کنار آنها آرام بگیرید. یک مرد در هیچ جای دنیا آرام نمیگیره الا در خانه خودش و در کنار همسر خودش. محل سکون و آرامشش اونجاست. وقتی که زن مرتکب فحشا میشه دیگه اون مودت و سکون و آرامش این خانه از بین میره. به خاطر همون این خانه رو نه به مرد نسبت میده نه به مرد، به زن. در اینجا میگه که فامسکوهن فی البیوت، اونها رو در خانه نگه دارید. نمیگه فی بیوتهن،
چون دیگه خلاص اینجا این خانه دیگه مال اون زن نیست. زنی که خیانت کرده دیگه این خانه به او تعلق نمیگیره. این در مورد سوالی که این خواهرمون پرسیده بودن و امیدواریم که برادران عزیز به خاطر مسائل کوچیک، به خاطر مسائل پیش پا افتاده زندگیتون رو خراب نکنید. باور کنید روزانه شاید چندین پیام، تماس، والا اعصابم خراب شد، فلان جای فلان حرف رو زدم، طلاق دادم، الان چیکار بکنم؟ یکی زنگ میزنه، والا فلان جا اعصابم خراب شد، 3 طلاق دادم، حالا رفتم پیش ملا، ملا میگه هیچ چاره‌ای نیست، چیکار بکنم؟ زندگی خودتون رو به دست خودتون خراب نکنید به خاطر یک لحظه عدم تعقل، عجله. و این رو همیشه به یاد داشته باشید که این خانه تنها خانه تو نیست. درست تو زحمت کشیدی، تو خریدی، پول تو است، اما این خانه خانه همسر تو است. چرا حکمت در این چی است که الله متعال حتی بعد از طلاق میگه که شما از خانه بیرونش نکنید؟ چون همین که طلاق دادی، از خانه بیرونش کردی، 99.99% مردا پشیمان میشن و 99.99% زنها هم پشیمان میشن. اما بعد کاری است که به قول معروف کار از کار گذشته. الله متعال همیشه میخواد که این زندگی از هم نپاشه، جدایی واقع نشه. به خاطر همین چی میگه؟ حتی بعد از طلاق هم در خانه باشه. چرا؟ تا قبل از تکمیل عدتش امکان داره دوباره برگردی. در داخل یک طهر امکان داره رجوع بکنه، طلاق رجعی باشه، یا در داخل عدت میتونه دوباره نکاح بکنه. و به خاطر این میگه از خونه بیرونش نکن. چون باور کنید 1 روز بعد، 2 روز بعد، 1 هفته بعد تماس گرفته، من 3 روز پیش زنم رو طلاق دادم، الان چی کار بکنم؟ قبل از اینکه پشیمان بشید این رو در نظر بگیرید که زندگی رو آباد کردنش و درست کردنش خیلی سخت است، اما خراب کردنش بین 2 کلمه است. طلاق دادی، تموم شد.